به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت یکایک شما عزیزانی که همین اکنون ما از کانال یوتیوب ایراد برد تماشا میکنین و بیننده هستید. دوستان عزیز، عبدالمجید امیری هستم به یک دیگر از برنامه‌های جذاب و دیدنی سعی کن نخندید. دوستان عزیز، میال شما سعی کنیم نخندیم چون قراره که لبخند به لبای شما عزیزا جاری بسازیم. دوستان عزیز، برنامه امروز ما اختصاص دادیم روی یک زبان شکنه که داخل شهر ایران آمدیم و اجرا کنن و ببینیم کیا میتونن کیا نمیتونن. تا آخر برنامه ما رو همراهی کنین، یقینا لحظات شاد شیرین و بیادماندنی با شما عزیزا شریک میسازیم. اسم شما؟ نورالله جان، چی مسلوکیت دارین شما؟ هم سه چرخ دارید؟ بله. کاروبار کلیزی هستین؟ الحمدلله راضیم. ان شاء الله برکت باشه به کار شما. نورالله جان عزیز، همین که ما روان شدیم گفتن کجا بریم شما برسونیم، گفتم ما جایی نمیریم، مقصد اگه برنامه ما رو اجرا کنیم ما خوشحال میشیم، ممکن جای هم بریم. نورالله جان، امروز برنامه ما یک زبان شکنه که من سه بار تکرار میکنم، اگه شما رو تکرار کردین که خیلی خوب. درسته؟ خوبه. شما سه بار بگیم ریله رو لوله لوله رو ریله. یاد ندارم. یک بار کوشش کو بکنیم واقعا. نمیشه. دوستان میبینن دلنو نشکنه. خب نمیشه. همه دوباره میگم. خب ریله رو لوله لوله رو ریله. ریلا لولولا. بله. ریلا لولولا رولا لیلا. نه بخواد یک بار هم تکرار کنیم. ریله رو لوله لوله رو ریلا لولولا رولا لیلا. یک بار. ما شما خوب بعضاب نکنیم تا بعضاب نکنیم دل نمیده. نورالله جان عزیز، تشکر از اینکه به برنامه اشتراک کردین. گفتنی چیزی اگه برای دوستا داریم؟ چی گفتی؟ گفتنی اگه برای دوستا داریم تقدیم کنیم. گپ و سخنی داریم؟ بس نه گپ نداریم. هیچ گپ. خیر فارسیت ندارم، بفهمیدی؟ پشتو بلده نه؟ پشتو. خب خیلی خوب. پشتو میفی کم بلدم، پشتو خود شما گفت. زیادت ندارم. خب تشکر بازم. تشکر. سلام. خیر ببینید. اسم شما؟ اسم احمده. چیه؟ احمد جان. اسم مقبولی داره شما؟ زنده باشی. خیلی خوب. میونم مصرفی چی کاروبار شما؟ همینجور چرخ داره. چی میفروشی؟ مالته اینا میفروشی. مالته میفروشی؟ بله مالته میفروشی. امسال اشتن فروشات مالته؟ خوبه، بد نیه، گرون است. گرون ها؟ گرون. مردم زیاد میخرن؟ مردم نه نمیخرن. خیلی خوب. همین جواب مشتری خورم بده؟ کلیپ اینجایی. همینطور نام خدا اندام شما برابر چاق شده میگلی شدیم، تاثیر چی نکنه؟ بادرنگ زیاد میخوریم؟ نه بادرنگ که نمیخوریم، چیز میخوریم، مالته میخوریم. اینا ویتامین سی داره. ویتامین سی داره. بله. احمد جان عزیز، امروز یک زبان شکنک داریم. سه شما اجرا کرده میتونیم یا نه؟ خب بگید. شما سه بار سری تکرار کنیم بگیم ریله رو لوله لوله رو ریله. لیله لوله؟ بله. نمیتونم. میشه شما سعی بکنید. چی میگن تو؟ ریله رو لوله لوله رو ریله. لیله لوله لوله ریله. نه خدا یک بار میتونیم. یک بار. لیله لوله لوله ریله. لیله لوله لوله ریله. نه خیر، ریله رو لوله لوله رو ریله. بسیار عالی، تشکر. زنده باشه. بگین مالته. زنده باشه، سلامت باشین. ان شاء الله خدا به کاروبار شما برکت بده و گفتن چیزی برای دوستایی که خارج از کشور هم تقدیم کنیم. گفتنی که نداریم دیگه. ویتامین سی زیاد بخورن. ویتامین سی زیاد بخورن، خصوصا مالته بیان از ما بخرن، دیگه قسم نخرن. تشکر. زنده باشه. خیر باشه. اسم شما؟ اسمم امیر جان. چی مسئولیت دارین شما؟ فقط اینجا با چرخ داریم. چی بانجوری میفروشید؟ بانجوری و بانجوسیا و گلپی و اینا. بیشتر بانجوری میفروش داره بانجوسیا یا گلپی؟ این بیشتر بانجوری میفروش داره. به خاطر چی بیشتر مردم میرن سالات خورم فکر؟ دیگه سالات خور هستم دیگه، برای املت و ایتش چیای بیشتر میبرم. خود شما املت خوش داره؟ ما که خیلی زیاد. نه خدا نه. بسیار عالی. برنامه امروز برنامه تفریحی و یک زبان شکنک داریم. شما اگه سه بار سری تکرار کردین دوستان میبینن. خب من تکرار میکنم. شما سخت زیاد نباشه. زیاد سخته. شما بگید ریله رو لوله لوله رو ریله. چی؟ ریله رو لوله لوله رو ریله. لیله لوله لوله لوله. نه خدا. برای یک بار دیگه تکرار کنید. چی؟ ریله رو لوله لوله رو ریله. لیله لوله لوله لیله. یک بار دیگه. لوله لیله لیله لوله. یک بار دیگه. بس دیگه. شما میتون میگه گفتم ما اشتباه کنه. تشکر از سلامت باشین، با عزت باشین. تشکر. زنده باشین. ان شاء الله کاروبار شما خیر و برکت باشه. به همه کاروبار هم مسلمان خیر و برکت. گفتنی داریم میکم به خدمت شما. نگه با عزت باشین، خدا شما رو کم نکنه. زنده باشین. سلامت باشین. تیار خوشحال باشین. اسم شما چیه؟ اسم من نبی جان عزیز، امیت شما رو دیدم که اینجی مالته میفروشیم. خیلی خوش آمد از اخلاق شما، از روی شما به خود مشتری داشتیم. گفتم چند دقیقه خود شما قصه کنید. سلامت باش. خدا از خود شما. از کاروبار راضی هستین؟ الحمدلله روز تیر میشه بود. الهش فروشات مالته ایشتنه.
خوب نه برو از سال دیگه امسال خیلی کمتر. وضعیت خرابتر. خیلی خوب. و از دل ما یک برنامه تفریحی داریم، زبان شکنک داریم. دوستان ما را از چی داخل چی خارج از کشور بیننده هستند و منتظر از این هستند که هموطنان بخندن، لبخند بالا باز اینا باشه. یک زبان شکنک شما پرسان بکنم، شما سه بار تکرار کنیم. سه کنیم میتونیم اجرا کنیم یا نه؟ ان شاء الله. شما میگم ریله رو لوله، لوله رو ریله. نمیتونیم بگیم. نمیتونیم؟ نه. یک بار دیگه شاید بتونیم. ریله رو لوله، لوله رو ریله. بازم نمیتونیم. یک بار شاید بشه، یک بار. لااقل برای دوستایی که نگاه میکنن دوست دارن از زبان شما بشنون. ریله رو لوله، لوله رو لیله. لوله ری لوله ها؟ روله ری لوله یک بار دیگه. ریله رو لوله. ریله ری لوله. همینقدر. خیلی خوب، عالی بودین شما. تشکر از اینکه سلامت باشید. اشتراک کردین. هدف ما اینه که شما هم بخندین و دوستان که ما میبینن لبخند بالا بالا بیاد. گفتنی برای دوستان داریم تقدیم کنیم. چیکار کنیم یعنی؟ گفتنی گپی سخن چیزی برای دوستان داریم میتونیم. پیام سخن چیزی برای دوستان داریم. نه خیر بیم دست شما در سلامت باشین. خوش. اسم شما؟ حامد حامد جان عزیز. چی حال داره؟ شکر زنده جان شما جوره؟ الحمدلله بخیری؟ الحمدلله. صدمنده؟ الحمدلله گفتم کمی میتونه بیدار باشین، دمزار هم هست. چاش چی خوردین؟ چاش شما قبیلی خورده نام قانون نوش جان، نوش جان. قابلی چی بود؟ کشمش داره هم دیگه معمولا ایراد قبیله هم کشمش داره. نام خدا قابلی ازبکی دیگه. ازبکی. نوش جان شما، نوش جان شما. خاطر کمی کسل معلوم میشه. دیگه هوا گرم شده باز امروز کمک. الهی شکر. ایشتن کاروبار شما. والله مزه که نداره بازم شکر. الهی شکر. اما قابلی مقصد نشه دیگه. قبول میشه بیشتر نمیشه. همینطور. خیلی خوب. امروز یک زبان شکنک داریم. بله. من او یک بار تکرار میکنم، شما سه بار سریع کنم اجرا کردم میتونین یا نه دوستان میبینن شما. خب شما بگین که ریله رو لوله، لوله رو ریله. ای که بخور سخته بعد تیر شی. یک بار بازم چانس آخر امتحان کنیم. واسه دوستان خواهش میکنم از تصویر شما ببینن و میگم هموطن ما از دل ما یک بار اجرا کنن. بس چی گفتیم نفهمیدم. ریله رو لوله، لوله رو ریله. ریله لوله، ریله رو لوله، ریله رو لوله. یک بار دیگه سریع. ریله رو لوله. ریله رو لوله، ریله رو لوله. نه ریله رو لوله، لوله رو ریله. برعکس ریله لوله، لوله رو لوله. لوله لوله، لوله رو لوله. یک بار دیگه. لوله رو لوله. ریله رو لوله. تشکر. خسته نباشین. خسته نباشین. گفتم یک تفریح برای شما هم بشه، شما هم لبخند بالا با شما بیاد، دوستام که میبینن خوشحال باشن. گفتنی چیزی برای دوستا داره ما به خدمت. خدا دا یک کدام گفتنی ندارم، تیار خوشحال باشم هر جا که هستم. زنده باشید. سلامت باشید. سپاس فراوان از تک تک شما عزیزایی که تا این لحظه بیننده چینل یوتیوب هراتبورگ بودین و خدا کنه که از برنامه لذت برده باشین و لحظاتی که با ما بودین واقعا لبخند بالا شما عزیزا جاری شده باشه. عزیزای دل تا برنامه دیگه